بچه ها سلام، خیلی خوش اومدید بچه ها. مخلص همه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و روز خوبی رو سپری کرده باشید، پر از انرژی مثبت، پر از حال خوب و پر از عشق. از همتون ممنونم که اومدید برای شاهنامه. امیدوارم که داستان شاهنامه رو دوست داشته باشید. من کامنت ها رو نمیخونم، فقط جسارت نمیکنم، کامنت ها رو نمیخونم و میریم سراغ داستان. ازتون میخوام که اگه ادمینید کسی میاد حتما سلام کنید، خوش آمد بگید، دمتون گرم. و با من شوخی میکنن اب نداره، مشکلی نداره، فوش ناموس اینا دادن شما هاید کنید، دمتون گرم. و دیگه خودتون میدونید دیگه، این تکراریه. 2 تا هم بزنید رو صفحه لایک شه، شاید تعداد افرادی که دوست دارم بیان بیشتر میشه اینجوری و میتونیم لذت بیشتری ببریم در کنار هم. امیدوارم که بتونم درست و تکمیل این شاهنامه رو ادامه بدم، چون خیلی کار سختیه بچه ها. کلی اسم، کلی اتفاق، کلی حادثه تو این شاهنامه هست و من خیلی خلاصه وار و به صورت عامیانه براتون تعریف میکنم. امیدوارم لذت ببرید، چون به نظر من نسل جدید یه ذره با کلمات قلمبه سلمبه و اینجوری شعر ثقیل یه ذره سخته براش و دوست داره که همه چیز رو مثل خودشون ساده و بی آلایش و بدون آرایه ادبی بشنوه. من سعی میکنم که این آرایه ادبی ها رو بذارم کنار و خلاصه و مفید و جامع بهتون تعریف کنم که کیف کنیم با هم دیگه. دمتون گرم. فقط همین میتونم بهتون بگم، اگه خوشتون اومد لایک کنید و علاوه بر این لایو ویدیوهای قبلی منم ببینید، ممنونتون میشم، به خصوص چالش هایی که میذارم، ویدیوهایی که درست میکنم. دمتون گرم. خب من کامنت رو نمیخونم چون ذهنم کاملا بد میپره و قاطی میکنم دیگه. همتون خوش اومدید، همتون تو قلب من. یه مرور کوتاهی بکنیم از قسمت قبل. ما دیده بودیم که با هم دیگه مرور کرده بودیم که آقای گرشاسپ پادشاه ایران پسر خودش رو به خاطر کرسیورز یا کریورز یا کوریورز، یه پهلوانی بود که توی دربار بود و با آقای گرشاسپ بگو بخند داشت و نزدیک بوده و حالا نمیدونیم سر چی یه مشکلی با آقای اسفندیار پسر آقای گرشاسپ داشته. آقای اسفندیار هم قول پادشاهی از پدرش گرفته بوده که اگر کشورهای اطراف رو به دین بهی یا زرتشتی در بیاری، من پادشاهی رو به تقدیم میکنم. که حالا این انجام شده و باز هم پادشاهی بهش نداده، میگه زوده باید کشور دیگه رو بگیری. که آقای کوریوز توی اون جشن خودمونی که داشتن بزم و شادی داشتن، عرق خوری داشتن میکردن به روایتی، میاد میگه من یه دونه رازی دارم نمیخوام بهت بگم، حالا اگه بخوام بهت بگم تو خیلی ناراحت میشی و این داستانا. که گرشاسپ میگه بگو بگو بگو، که خلاصه یه دروغی میگه من شنیدم که پسرت اسفندیار داره یه لشکری آماده میکنه، میخواد کودتا کنه، که اینم پیغام میده اسفندیار رو میارن و اسفندیار به بند گرفته میشه. یعنی اینو میذارن توی یک دژ تاریک به اسم دژ شب دژ. حالا اینا به روایت آقای دقیقی بوده دیگه، تا اینجای قضیه به روایت آقای دقیقی بوده. این خبر به تورانیان میرسه و اونا هم حمله میکنن به سمت ایران. آقای گرشاسپ بعد اینکه پسرش رو زندانی میکنه به سمت سیستان میره و پیش خانواده زال یک مهمانی اونجا ترتیب میده. چندین ماه اونجا بوده، یه جورایی پایتخت و کمون بلخ بوده، به همراه لهراس پدر خودش که یک بازنشسته یک پیرمرد بوده تنها میذاره و عازم سفر میشه به سیستان. که تورانیان حالا به واسطه جاسوس و اینا متوجه میشن که این داستان حقیقت داره. آقای ارجاسپ حمله میکنه به ایران، میرن توی بلخ و پدر صاحب بچه بلخ رو در میارن، آقای لهراسپ رو میکشن و یکی از زنهای گرشاسپ که توی بلخ بوده فرار میکنه با اسب به سمت سیستان، میره پیش گرشاسپ و میگه که آقای گشادیسپ
زدن دهن ما رو سرویس کردن. تو اصلا خبر داری زن و بچت اونجا اسیرن؟ که تا اینجا بود داستان، تا اینجا داستان تعریف کردیم. اینجا به بعد میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم. خلاصه این خانم بزرگوار، یکی از خانم های آقای گرشاسب، میاد به گرشاسب میگه اوی مردک، من اونجا داره خشتکم پاره میشه، ما رو زدن پاره کردن، تو اینجا داری گشت و گذار میکنی؟ بعد آقای گرشاسب میگه آقا ولش کن، مست بوده، میگه ولش کن، بیا نگران نباش، ما که پادشاه ایرانم، من تا حالا توران شکست نخوردیم که، الان اسم من بیاد اونا فرار میکنن، بیا حالا بشین، بیا بشین، حالا یه بزمی بزنیم. میگه احمق، لهراسبو کشتن، تو نمیخوای کاری بکنی؟ میگه ای لهراسبو کشتن، من الان حمله میکنم. میگه الان حمله کن، الان باید حمله کنی. 2 تا دخترت هم گرفتن بردن به اسم هما و به آفرین. این 2 تا دخترت هم بردن، بی غیرت، بی شرف، خاموش، ملاعین. بعد گرشاسب بهش بر میخوره، میگه اوهو دخترای من بردن، بریم آقا، بریم بیارید چیز بیارید، لشکرها رو آماده کنید، بریم به سمت توران. خانواده زالم که میگه آقا ما کمکتون، میگه نه نگران نباشید ما ترتیبش رو میدیم. تا اینجای قضیه اسمی از رستم نیومده بچه‌ها، فقط میخوایم بریم جلو ببینیم داستان چی میشه. خلاصه آقای گرشاسب به همراه لشکرش عازم بلخ میشه، میره بلخ، میبینه بله پدر صاحب بچه رو در آوردن، زدن خوار مادر همه رو، ببخشید اسخای میکنم، همون مکانها رو یکی کردن، اون آتشکده ها رو هم زدن باطل کردن، سوزوندن و ویرانی مطلق. چون بلخ پایتخت ایران زمین بوده، خیلی خوب اونجا ثروت زیادی بوده دیگه، کلن به تاراج میبرن تورانیان. آقای گهرم عزیز پسر ارجاسب همه رو به غارت میبره. خب خلاصه اینجا میرسن و یک نبردی صورت میگیره و گرشاسب و حالا پسرش فرشاورد یا فرشیدور، همون ما میگیم فرشاد، اون فری با گرشاسب میرن برای حمله. جاماسب هم بوده، جاماسب اون طالبین یا حالا اون دست راست گرشاسب بوده و خیلی بهش علاقه داشته. خلاصه اینا حمله میکنن. اون کوریورز که باعث این جنگ و جدل بوده هم تو این شرکت میکنه، این جنگ رخ میده و آقای کوریورز میمیره اونجا، میمیره، به چوخ عظما میره. فرشاورد به شدت زخمی میشه، دمپهنش رو سرویس میکنن. فرشاورد به زور از نبرد عقب نشینی میکنه، اینو به زور برمیگردونن و زنده نگهش میدارن. گرشاسب میبینه اوضاع خیلی خیته، اوضاع خیلی خیته، اینا ما بریم جلو دمن ما رو سرویس میکنن، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ به جاماسب میگه جاماسب عقب نشینی کنیم بهتره، اینجا واسیم ما رو تکه پاره میکنن اینا. خب این بهرم عزیز میزنه ما رو پلک و پاره میکنه، بریم عقب نشینی کنیم که اوضاع خیلی خیته. آقا اینا عقب نشینی میکنن، یه راه مخفی داشتن، یه کوهستانی بوده، یه راه مخفی داشتن اونجا، میرن توی اون راه مخفیه، میرن توی غار و اونجا پنهان میشن و کلی سرباز از دست رفته، کلی سپاه نابود شده. تورانیان خیلی خوشحالن از این قضیه، ولی آقای ارجاسب هنوز نگران اسفندیاره. چرا؟ چون اسفندیار یک بار اینا رو شکست داده و میدونن که چه قدرتی داره اسفندیار و همش نگران این بود که اسفندیار از بند آزاد نشه. خلاصه اونا داشتن جشن و پایکوبی میکردن که آره بلخ رو گرفتیم، ما اینجا پایتخت ایران رو گرفتیم و توران داره پیروز ماجرا میشه. آقای گرشاسب پشنگ به همراه جاماسب دست راستش و فرشاورد زخمی پسرش توی غارن به همراه پهلوانای حالا نزدیک. میگن چه غلطی بکنیم آجی، زدن چخمخمون کردن، چی باید بکنیم؟ که آقای جاماسب یه پیشنهادی میده. آقای جاماسب میگه که
من یه چی بهت بگم، تو قول میدی که مثلا پسر خوبی باشی، رو حرف من حرف نزنی، میگه آقا نه بگو چیه، تو صلاح ما رو میخوای، تو خیر و صلاح ما رو میخوای. بعد آقای جاماس میگه که ببین تو یه اشتباهی کردی، اسفندیار رو انداختی تو زندان، پایتختم ول کردی، اومدی اینجا، تنها راه نجات ما اینه که اسفندیار رو آزاد کنی، دستور بدی اسفندیار آزاد بشه، اسفندیار بیاد توی سپاه ما و یه جونی بگیریم، چون تنها کسی که میتونه گهرم و اون سپاه رو شکست بده گهرم همون پسر ارجاسم ترکه یا توران. بعد میگه تنها کسی که میتونه اینا رو شکست بده آقای اسفندیاره. آقا تو چرا این کارو کردی؟ اسفندیار رو باید آزاد کنی. گرشاسب اونجا میگه به خدای احد و واحد و فلان اینا هزار تا قسم میخوره، میگه آقا من به خدا همون لحظه ای که اینو در بند کردم ناراحت شدم، اصلا اعصابم خورد شد اینو انداختم زندان، همون لحظه ناراحت بودم و عصبی بودم بابت این جریان و خیلی هم پشیمونم. جاماس وای میسنه نگاه میکنه، تو دلش میگه که آخه اسکل، تو به خاطر حرف یه نفر دیگه پسرت انداختی زندان، الان من میگه مثلا من ناراحتم، تیمه ناراحته دیگه، مرد به این گندگی بچه‌تو انداختی زندان، نمیبینی خاک بر سر شدیم، ذلیل شدیم، ما رو زدن اینجا، جر و واجر کردن. اینا تو شاهنامه نیست، اینا دارم از زبان جاماس میگم، چون جاماس بیزار عاقل‌تره، میاد هر بار به گرشاس میگه، گرشاس میزنه میرینه توی کازوکوزه این جریان. خلاصه گرشاس میگه آقا جاماس جان تو برو این حکم آزادی بهشم بگو آقا این سری اگه ما رو نجات بده من تخت پادشاهی همون لحظه بهش میدم، عین پدرم لهراس میرم یه جا آتش کده اونجا دوران بازنشستگیمو سپری میکنم. جاماس میگه آقا مطمئنی؟ اون میگه آره آقا برو بهش بگو اینا. خلاصه جاماس توی شب میخواسته بره دور تا دورشونو تورانیان گرفته بودن دیگه، میره چیکار میکنه؟ یه تورانی خف میکنه میکشه، لباسشو میپوشه و به صورت مخفی از اون تنگه گذر میکنه با لباس تورانیان. یه ذره اینجا اوضاع قاراش میشه. بچا 4 تا لایک فکر میکنم خیلی کمه، 2 تا بزن رو صفحه لایک شه. دارم داستان شاهنامه ایران رو تعریف میکنم، ایران زمین مال عربستان سعودی نیست، مال ایرانه بچا، این دیگه 2 تا لایک حقش هست. بگذاریم، الان من داستان عربی تعریف میکردم 100 تا لایک میخواد، ول کن. بعد آره جاماس از این لالوها از بین این تورانیان عبور میکنه به صورت مخفی، یعنی اسکرین شات میگیره و گذر میکنه با لباس تورانی، میره به سمت شبدژ، جایی که گفتم بهتون آقای اسفندیار اسیره. به کی داری میگی اینا رو؟ اسیره و پسرش نوشازر یا آذرنوش اونجا داره نگهبانی میده که کسی پدرش رو اذیت نکنه و مثلا حمله ای چیزی رخ نده. بهتون گفته بودم که 4 تا پسر داره، بهمن، نوشازر، آذرنوش، دیگه اون یکی یادم نیست، اون مهم نیست بچه. آره خیلی اسم زیاده بابا، به قرآن توی شاهنامه انقدر اسم زیاده من خودم بعضی وقتا میمونم. خلاصه بزگریم. بعد یه سری اسما از قبلا مردن دوباره زنده میشن، یه سری باگای کوچیک دیگه، فکر کن این همه صفحه نوشته یارو حواسش نیست دیگه، شاهنامه یارو از 30 سالگی تا 70 سالگی نوشته اینو. حالا بگذاریم. خلاصه آقای جاماس میرسه اونجا، از دور یه نفر مشخصه این آقای آذرنوش پسر اسفندیار، میگه ای سیاهی کیستی، تکان بخوری تو رو جردین ورجین میکنم اینجا، اینجوری چیز نکن، کی هستی؟ لباس تورانی پوشیدی، بیا اینجا جرت میدن. جاماس میگه آقا نزن، آقا نزن، منم بیشور جاماسپم. میگه جاماسپ کیه؟ یا جاماسپ همونیه که پدرت میشناسه، من مشاورم فلانم. خلاصه اینا میشناسن، میاد تو میگه آقا وضع خیلی خرابه، زدن من ما رو سرویس کردن. پدرت کجاست؟ میگه پدرم تو سیاهچاله. میگه آقا بریم پیش پدرت، کارش دارم. میرم پیش اسفندیار جاماس میبینه جا میخوره، یعنی یه جورایی منتظر این جریانم گویا بوده. توران بچه‌ها همون ترک عثمانیه. خب ما ایران توران، این جنگ ایران توران به شدت جنگ طولانی بوده، یعنی در تمام دوران‌ها عثمانیان با ایرانیان مشکل داشتن. حالا بگذاریم، این تورانیان
حمله کرده بودن، بلخو گرفته بودن دیگه. اینا تو شب دژن و اومده اسفندیار رو راضی کنه که به سپاه ایران بیاد و مبارزه کنه. میاد به اسفندیار میگه آقا سلام خوبی و اینا، بابات منو فرستاده گفته که آقا پشیمونه، بیا به سپاه ما و ما به کمکت نیاز داریم آقا. و اینا گهرم همه رو میزنه، پلک و پاره میکنه. آقای اسفندیار میگه چی میگه؟ میگه اینا رو به کی داری میگی؟ من اون موقعی که این آقا به خاطر یه چرت و پرت من انداخت توی سیاهچال باید به فکر اینجا می بود. من با ایشون هیچ کاری ندارم. قبلا هم به من قول پادشاهی داده، به قولش عمل نکرده، اینم عمل نمیکنه، من نمیام. جاماس یه کلکی ریز میزنه، میگه که آقا خواهرات اسیر شدن، بی غیرت نباش. دوتا خواهرات هما و بهافرین اینا رو گرفتن، تورانیان اینا رو گرفتن، نمیخوای حرکتی بزنی؟ میگه کی؟ هما؟ بهافرین؟ من تو زندان بودم اینا کجا بودن؟ من اینجا توی اسارت بودم اینا یه دونشون اومد بگه آقا خرت به چند من، یه دونشون اومد گفت بگه آقا شکمت سیره، یه دونشون اومد بگه آقا ده همون میری. حالا اینا رو من خودم دارم. منظور کلی اینه، میگه اونا من اومدم زندان هیچ کاری نکردم برای من انداختن تو سیاهچال، اون دوتا خواهرا هیچ کاری نکردن. الانی که من به من نیاز دارن من باید چیکار؟ به من ربطی نداره، برو بگو آقا من نمیام. جاماس آخرین تیر پیکان خودش رو میزنه، میگه داداش چی؟ تو به خاطر فرشاورد یا فرشاد به خاطر فری نمیای؟ میگه فری؟ مگه فری چه شده؟ میگه فری داره میمیره، زدن دهنش سرویس کردن، 30-40 نفری ریختن سرش. تو به خاطر فرشاورد دیگه حداقل بیا دیگه. نه افغانستان نیست، تورانیان ترک ها هستن، عثمانی ها هستن. به خاطر فرشاورد بیا دیگه آقا، فرشاورد داره میمیره. گهگدار اینو میخونم یهو ذهنم میپره، ببخشید. فرشاورد داره میمیره آقا، تو اگه به خاطر اونا نمیاد دیگه به خاطر فرشاورد میاد، داداشت ناسلامتی کلی با هم دیگه جنگ داشتین، نبرد داشت. میگه ای فرشاورد آقا، میگه منو چرا واسطین؟ منو وا کنین ببینم، منو وا کنین من برم اینا جر و واجر بدم، داداش من اینا چیکار دارن؟ آقا گرشاس جاماس بالاخره میتونه که این اسفندیار رو راضی کنه که به جنگ بره. میاد آهنگرا رو میگه آهنگرا بیاین این آهن پاهنو که این بستیم حیوان خدا رو باز کنیم، میخواد بیاد. ببخشید حیوان خدا نه، این آقای اسفندیار رو باز کنیم میخواد بیاد و اینا. اونا میان دارن آهن پاهن رو باز میکنن، خیلی طول میکشه. اسفندیار میگه خاک تو سرتون، شما داشتین منو میبستین انقدر طول نکشید، الان دارین منو باز میکنین چرا انقدر طول میدین؟ برین کنار ببینم. میگه میزنه زنجیر پنجیر رو پاره میکنه. حالا اینجا شما پیش خودت میگه آقا اسفندیاری که اینقدر زور و بازو داشته میتونسته زنجیر پاره کنه، چرا تا الان پاره نکرده؟ آفرین. اسفندیار یک کاراکتریه که به شدت منطقی و عقلانی کار میکنه. حالا چرا عقلانی کار کرد؟ به خاطر اینکه خودش با پای خودش رفت پیش پدرش، به خاطر اینکه خودش قبول کرده که پدرش ایشون رو زندانی کنه، به خاطر اینکه میدونسته اگه از این کارو نکنه دشمن شاد میشن و امکان اینکه یا پدر پسر رو بکشه یا پسر پدر رو بکشه خیلی زیاده. به خاطر همین جریان اینو قبول کرده بود که امر پادشاست، میدونی. و بسیار آقای اسفندیار شبیه آقای رستم بوده توی داستان شاهنامه. بیشتر کارهایی که رستم کرده رو اسفندیار هم اجرایی میکنه، ولی حالا به طریق مختلف. و شما در طول داستان متوجه میشید که شباهت‌های رستم و اسفندیار چقدر نزدیک به همه، چقدر تشابه دارن، هم رفتاری هم کاراکتر. حالا کار نداریم، اسفندیار زنجیر پنجیر رو پاره میکنه، میگه آی نفس کش، این خشتک پاره های تورانیا کجا من میخوام اینا رو جر بدم؟ میان اینجا داداش منو میزنیم پوفیوسا تو خونه خودم. خلاصه به آقای جاماس میگه بزن بریم و اینا، من ولی قبلش اسبمو لازم دارم. میگه اسبت؟ میاره دیگه اسبم دیگه. اسبم کجاست؟ میرم یه طویله اون طمعه هست، یه اسب لاغر سانچیکسی اونجا هست. میگه این چیه آقا؟ من اسب اینجوری تحویلتون ندادم که، شما اومدین اسب منو داغان کردین، این اصلا هیچی نخورده، غذا نخورده، غذا چرا به این ندادین؟ الان من مجبورم یه روز واسیم یه ذره غذا بخوره جام بگیره بتونیم بریم. خلاصه یه غذایی به اسب آقای اسفندیار میدن و یه ذره پروار میشه، یکی دو روز اینا راهی سیستان میشن، راهی بلخ میشن، راهی بلخ میشن، همون جایی که بابای توی کوه
قایم شده. گرشاسپ رفته تو کوه، سولاخ بولاخ پیدا کرده، اونجا قایم شد. توی راه جنازه آقای کریورز یا همون شخصی که باعث شد ایشون بره توی زندان میبینه و وای میسه بالا سرش میگه پوفیوز دیوس آشغال، تو باعث شدی که توران الان حمله کرد، تو خودت باعث مرگ خودت شدی، تو باعث شدی پدرم منو بندازه زندان که تورانی جماعت به خودش اجازه بده حمله کنه به ما. یه دو سه تا فحش و نعل و نفرین به آقای کریورز میده و به راه خودشون ادامه میدن. میرسن نزدیک اون جایی که پدرش بوده. خب بهتون گفتم دور این مکان رو تورانیان گرفته بودن و آقای اسفندیار یه کلکی میزنه، میره لباس تورانی میپوشه و میره به سمت این تورانیان خب اسفندیار رو ندیدن که. میاد میگه تو کی هستی؟ میگه من طرف گهرم اومدم، خبردار شدیم که اسفندیار آزاد شده و فرار کرده، شما متوجه نشدیم، من اومدم اینجا شما رو تنبیه کنم. آقای گهرم به من گفته که گهرم باهاتون باید شما رو تنبیه کنم. این داست تو این حال لالوا میزنه، همه رو میکشه. آقای اسفندیار همه رو میزنه میکشه و یه دم فرار میکنن. اسفندیار میره به سمت پدرش. اون یه عده‌ای که فرار کردن میرن به سمت چی؟ ارجاسپ و آقای گهرم پسرش میرن اون سمتی که آقا خبر رو برسونن. اینم میره پیش پدرش توی غار، همینجوری میرسه، اینجوری حالت اینجوری مچطوری و ناراحت. اون میگه سلام پسرم، دورت بگردم، دور چشات بگردم، بلا میسته، تو کجا بودی؟ ما زدن دعوا کردم ما، تو چرا زودن نیومدی؟ من چه اشتباهی کردم تو زندانی کردم؟ یو آقای اسفندیار میگه آقا من باد قهرم، آقا من، تو چه پدری هستی؟ منو به خاطر حرف یه نفر دیگه انداختی توی سیاهچال، الان که چیز شده شما میخوای منو به بازی بگیری و این داستان. گفت نه آقا تو شکستشون بده، من تمام چیزو بهت میدم، پادشاهی رو بهت میدم و این داستانا. میره سراغ فرشاورد میره اونجا افتاده دراز به دراز، داغون، له. فرشاورد که اسفندیار رو میبینه میگه اسفندیار، اسی جون کجا بودی داداش؟ اسی کجایی که داشت تو کشتن؟ داشتن منو میکشتن آجی، تو کجایی؟ چرا نیومدی منو نجات بدی سلطان؟ میگه خب احمق، من تو سیاهچاله بودم دیگه، از سیاهچاله سوپرمن نیستم که یهو برم بیام پایین. شما خودتون من انداختین زندان، ولی به خون تو، به جون تو، به رون تو نمیذارم هیچ تورانی زنده بمونه، همشونو میکشم. اونجا هم یه معرکه‌ای میگیره، میگه که آقا من تا زمانی که توران رو شکست ندم و 100 تا آتشکده بنا نکنم پادشاهی رو قبول نمی کنم. من اینا رو شکست میدم، 100 تا آتشکده میزنم و بعد پادشاهی رو قبول میکنم. با خدای خودش داره صحبت میکنه. میگه تو به من یه نیرویی بده که من بتونم این نبرد رو پیروز بشم، برم تو دلش. خلاصه اون چند نفری که فرار کرده بودن، جفت کرده بودن، آره اینجوری دویدن و رفتن پیش ارجاس. بودن ارجاس کجایی که اومد، اونی که نباید میومد. میگه کی؟ میگه کرم خاکی های اسفندیار دیگه، اومد ما رو همه رو تکه پاره کرد، ما چند نفر فرار کردیم. اصلا اوضاع خیلی خیته آقای ارجاس، این اومده این شوخی بردار نیست، همه رو میخواد بکشه. داستانو کوتاه کن سعید جعفری عزیز داداش، این داستانی که من دارم میگم شاهنامه است. میدونی چند صفحه است؟ من دارم تیکه تیکه همه رو میرم جلو سلطان، به خاطر همین نمیخونم کامنت ها رو. یه ذره ارزش قائل بشید برای آدم. دارم کاری میکنم که شما هیچ کدومتون، یعنی کسای دیگه براتون این کارو نمیکنن. دارم داستان شاهنامه رو بدون قلوب و بدون اونی که برم از روح شعر بخونم براتون، دارم بهتون تعریف میکنم. میدونم یه ذره براتون گنگه این جریان، چرا با شاهنامه داره، ولی شاهنامه برای ایرانه دیگه، برای ما ایرانیاست. حداقل دو فردا دیگه رفتی یه جای دیگه، مرد گفت گهرم، یکی گفت ارجاس، بگی ارجاس تورانی بوده.
میدونی چی میگم؟ حداقل بتونی یه ذره علم و دانشتو نسبت به این جریان ببری بالا، یه ذره سواد ایرانی داشته باشی، نمیخواد سواد عربی تو ببری بالا. عصبی نکنید. بعد گفتم کامنت نخونم. خلاصه هیچی، این آقای گرشاسب به پسرش این قولا رو داده بوده و این کسایی که فرار کرده بودن میرن پیش ارجاسب و گهرم، میگن آقا این اسفندیار اومده میخواد خشتکمون رو پاره کنه، فرار کنیم بهترین قضیه است، بریم که این بیاد ما رو میکشه. خبر کشته شدن لهراسب و زریرم به گوشش رسیده. بیا آقا بیا بریم. ارجاسب اونجا میگه که آقا باشه گهرم جان، دیگه بیا بس دیگه، ما که بلخو گرفتیم، کلی هم غنیمت گرفتیم، این بانوان زیبارم که داریم، هر چی داریم بسته، همین الان هم این جنگو ما بردیم، عقب نشینی کنیم بریم توران. آقای گهرم قبول میکنه، یا اوکی فلان. یا از توی لشکر و سپاه توران یه آقایی در میاد، گرجاسم، آره گرگیسم یا گرجاسم، گرگ داشته توی اسمش، اینو مطمئنم، حالا ما میذاریم اسمشو گرگی. یه آقای گرگی نامی میاد و میگه که پادشاه، ای فخر زمان، ای شاهشان، خجالت نمیکشی ما تا اینجا اومدیم الان عقب نشینی کنیم؟ بابا یه اسفندیار دیگه، یه نفره، لشکر دیگه ای هست مگه دور و برش؟ من میرم اسفندیار رو میکشم، به جان تو میکشم. اسفندیار مال این حرفا نیست بخواد بیاد اینجا بر ما قلدری کنه، ما پادشاه میخوایم. من میزنم میکشم، خویم لیان شامپویم که ارجاسب این هندونه رو قبول میکنه که زیر بغلش گذاشته، میگه خب تو اگه میری شکست بدی، اگه واقعا این کارو بکنی، من نصف ایران رو بهت میدم، تو پادشاه ایران باشی، اصلا خیالت هم راحت، هیچکی به جز تو لیاقت این جریان رو نداره. از اونور به گهرم میگه آقا ولی این داره چرت و پرت میگه، تو این غنایم و این دم و دستگاه رو تو سوار شتر کن، اون لب مرز نگه دار، اگه دیدیم اوضاع خیته فرار کنیم. این حرف اینو ول، این گزگز میکنه، ما رو به چنگ میده و این اصلا نمیدونه اسفندیار کیه. انگار تو اونجا اونا رو بار بزن، اونجا نگه دار، دیگه ما دیدیم اوضاع قمر در عقربه، پلن بی فراره، مثل همیشه میزنیم به چک جاده و میریم توران، میریم کشور خودمون. خلاص اینا برنامه‌ریزی‌هاشونو کردن و نور اینجا بذارم میذاره، چقدر خوش‌تره. خلاص اینا این نورش اذیت میکنه اینجا نمیذارم. خلاص اینا برنامه‌ریزی‌هاشونو کردن و میرن به سمت جا. بچه‌ها صدا و تصویرم هست؟ اومد؟ خب ببخش من معذرت، این اینترنت هم یهو تموم شد، این بسته اینترنتیم، رفتم بسته اینترنتی زدم. خیلی ازتون عذرخواهی میکنم بابت این جریان. یه 2-3 دقیقه حالا من از تا کجا شنیدیم؟ سلام ستاره، تا کجا شنیدیم فقط اینو با هم بگیم. خواهش میکنم کی میاد؟ اصلا گوش ندادین؟ نه من این همه صحبت کردم، شما اصلا داستانو گوش نمیدین. حالا یکی من نمیگه از کجا چیز قطع شده، تا کجا رو گوش گفتم. خوناشام به خون خوردن ادامه بده در غار حرا. من کی اینو گفتم؟ یعنی واقعا همینجا باید استاپ کنم شاهنامه. یعنی شما دیگه وقتی که گوش ندادین داستانو. سلام رها جان، سلام. آقا بگذاریم. من تا از یه جای خودم میکشم عقب میگم دیگه. آره این آقای گرگی اومد به ارجاسب گفتش که آقا این
اسفندیار رو الکی گندش نکنید. اسفندیار یه نفر دیگه بود، من میرم میکشمش. اونم میگه اگه بکشیش من ایران و توران، ایران نصف ایران رو بهت میدم، پادشاه ایران بشی. بعد قبول میکنم، ولی اونور به پسرش آقای گهرم برمیگرده میگه که آقا تو اینو ول کن، این چه پرت میگی، اصلا نمیشناسه طرفو. اون اسفندیار میاد دمن ما رو سرویس میکنه. تو اون چیزایی که غنیمت داریم، طلا جواهر، اون خانومایی که غنیمت گرفتیم اون سوار شطور کن، اونجا نزدیک مرز نگه دار، هر جا دیدیم اوضاع براش میشه ما برمیگردیم توران. اینو ول کن، این گرگی چرت و پرت زیاد میگه. خلاص اینا دارن میان، اونورم ارتش اسفندیار داره میاد به همراه سپاه ایرانیان، میرسن به هم دیگه. اسفندیار شروع میکنه از همون اول شروع میکنه به نبرد، میزنه همه رو لت و پار میکنه. اینا هم از دور دارن نگاه میکنن. ارجاس داره میبینه که این داره میزنه، همه رو داره میزنه، لت و پار میکنه. برمیگرده به گرگی میگه آقای گرگی مگه نگفتیم میکشمش؟ برو دیگه، برو اون رو شکست بده دیگه، نمیبینی داره همه رو میکشه؟ خلاص گرگی هم داره میره سراغ اسفندیار، از دور یه چند تا تیر میزنه به سمت اسفندیار. اسفندیار جا خالی میده، ولی الکی خودشو به مردن میزنه، خودشو میندازه رو اسب. این ترفندها و این گول زدنها بچه‌ها، یکی که اونجا لباس مبدل پوشیده بوده رفته، اینا همه شباهت خیلی زیادی به رستم داره، چون تنها کاراکتری که میدیدیم کلک میزده و نقش بازی میکرده و با دوز و کلک هم توی مبارزه پیروز میشده، نه اینکه دوز و کلک چیزا میده وقتی حریف قدره یه رکبی میزده. این آقای اسفندیاره که به خاطر همین میگم خیلی شبیه آقای تخیلات نیست و چی ترنم تخیلات نیست. حالا بعد با هم صحبت میکنم، من راجبش صحبت کردم. انگار نه انگار که آقا این آقای چرا کامنت میخونی آقا؟ اسفندیار شبیه رستم بوده سر هم جریانات. خب اصلا رستم دستان معنی کلک و دوز و کلک و ایناست، مثلا خیلی زرنگه از این حرفا، رنده. بعد آره خودشو میزنه به مردن و روی اسب میفته. از اونور اون گرگیه که خوشحالی میگه زدم اسفندیارتون زدم، 2 تا میزنم، از این حرفا. میاد که نزدیک بشه، اسفندیار توی یک حرکت غافلگیر کننده میزنه و میندازتش زمین و دستور میده که آقا اینو ببرید، نکشیدش، اینو ببرید اون پسا پشت، من کارش دارم. این گرگی رو برمیدارن میبرن. اسفندیار شروع میکنه به حمله سمت تورانیان، همه رو داره میزنه میکشه و اینا. ارجاس میگه آقا بهترین کار همینه، الان بزن به چاک جاده. ارجاس با پسرش گهرم فرار میکنن، به همراه یه سری از سپاهی فرار میکنن. اون دم و دستگاه و اون غارتی که کرده بودن، غنایمی که داشتن و برداشتن رفتن به سمت توران. اون سربازای بدبختی که اسب نداشتن یهو میمونن، میان چی رفت، سلاحاشون رو میزنن زمین و تسلیم میشن، میرن برای خونخواهی میرن برای طلب بخشش و جون خودشون رو میخواد ببخشه اسفندیار، که اسفندیار نمیکشه دیگه کسی. و بعد میگه که آقا اون آقای گرگی که گفته بود اونو بردار بیار ببینم چی میگه. گرگیه رو آوردن. گرگیه برگشت گفتش که آقا منو نکش، من اگه بخوای بری توران من راهنمایی میکنم که چجوری باید به اون دژ روین دژ چجوری باید نفوذ کنی، من بلدم همه چی و اگه به منو جونمو به من ببخشی من تو رو حتما وارد اون دژ میکنم. که حالا با اون دژ کلی کار داریم که اسفندیار وقتی میره اونجا، حالا چرا میره رو هم جلوتر میگه. خلاصه این جریانات تموم شد و اونا فرار کردن و اینا دوباره بلخو گرفتن و کلی عزاداری کردن به خاطر عزیزان از دست رفته. صلوات الله میره به گرشاس میگه آقا دیگه حالا تموم شد دیگه، نمیخوای کاری بکنی عزیز دل. گرشاس میگه آقا تو هنوز این جنگو نبردی. میگه چرا؟ میگه بی‌ناموس، ما 2 تا از خواهرات دست اوناست. این بی‌غیرتیه، این بی‌شرفیه، این بی‌ناموسیه. اصلا گرشاس انگار نمیخواست این جریانو تحویل بده دیگه، یعنی کنه چسبیده بود به چیز. میگه آقا این باید بری سراغش. تا زمانی که 2 تا خواهرتو از اسیر گرفتن آبروی ما در خطره، ما نمیتونیم اینجا جشن تاجگذاری برگزاریم، اونا رو بیار، جشن پادشاهی رو خواهیم گرفت. دوباره یک
سنگ دیگه جلوی پای اسفندیار میذاره. اسفندیار اونجا به روی خودش نمیاره و واقعا هم به خاطر حفظ آبرو و خواهراش تصمیم میگیره که بره به توران زمین و به آفرین و همای رو نجات بده. سفر اسفندیار به توران اسمش هست هفت خان اسفندیار. ما فردا شب انشالله هفت خان اسفندیار رو با هم دیگه گوش میدیم و میریم جلو. دوستان من خیلی دوست دارم که شما هم علاقه نشون بدید. این که من تعریف کنم شما با خودتون حرف بزنید فکر میکنم جالب نیست. حالا تو لایو بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه چند دقیقه از حضورتون مرخص میشم. دوستتون دارم. دمتون گرم. به زبانتون احترام بذارید، به گویشتون احترام بذارید، به کشورتون احترام بذارید. یه سری داستان ها یا حالا به قولی افسانه ها یا حالا واقعیت ها مال ما ایرانیاست. ندید هر کسی هر کشوری به خودش اجازه بده که این داستان ها رو مال خودش بکنه. مثل ترکیه، مثل آذربایجان، مثل ارمنستان که هر کدوم، مثل افغانستان که هر کدوم یک بخشی از این افسانه ها و یک بخشی از این اسطوره ها رو دارن مال خودشون میکنن و این واقعا ناراحت کننده و تأسف باره که ما داریم اینجوری تاریخمون رو فراموش میکنیم و اینقدر راحت داریم اینا رو از دست میدیم. جدیدن هم آذربایجان بود فکر کنم، کتیبه کوروش رو یه جورایی دارن برای خودشون میکنن و این خیلی وحشتناکه، به خاطر اینکه ما هممون این اجازه رو انگار دادیم به اونا که آره این مال شما، مولانا مال اون مال اون. ایران ما همیشه قوی بوده و هست و خواهد بود، پس بهش افتخار کنید. هیچ ربطی به هیچی نداره. من دارم داستان شاهنامه رو تعریف میکنم و دوست دارم این فرهنگ رو جا بندازم. دمتون گرم که تا الان حالا اگه گوش دادید یا ندادید دمتون گرم. خیلی مخلصم. چند دقیقه دیگه مزاحم میشم از اینا.